سلام، به چنل Let's Start خوش اومدین. توی این ویدیو قراره بخش اول کتاب تاپ ناچ رو آموزش بدم. بخش اولش در واقع درس اولش نیست. البته درس اولم قراره تو همین ویدیو آموزش داده بشه، چون بخش اول ما خیلی کوتاهه. بخش اولش راجع به چیه؟ راجع به اینه که چطور بتونید با یک نفری ارتباط برقرار کنید و خودتون رو به یک کسی معرفی کنید. خیلی مکالمه ساده ای داره، فقط در حد اینکه بتونید به یک نفر سلام کنین، خودتون رو بهش معرفی کنین و ازش خداحافظی کنین. هدفایی که انتظار داریم آخر این درس یاد گرفته باشین چی هست؟ Introduce yourself یعنی بتونید خودتون رو معرفی کنین. Greet people یعنی بتونید بقیه رو ملاقات کنین. Say goodbye یعنی بتونین از یه نفری انتهای اون مکالمه خداحافظی کنین. بخش اول ما Introduce yourself هست که قراره خودتون رو بتونین به یک نفری معرفی کنین. این قسمت یه گرامر داره. گرامرش رو تو همین درس قراره آموزش بدم، ولی یه سری جملات رو توی زبان انگلیسی اصلا قبل از اینکه گرامرش و ساختارش رو یاد بگیرین باید حفظ کنید. انقدر بعد از این جملات استفاده کنین، انقدر بعد این جملات رو تکرار کنید که به صورت ناخودآگاه حفظ اینا رو بیان کنید. خب توی این بخش برای شما یک مکالمه خیلی ساده آورده. Hi, I'm Martin. Hi Martin, I'm Ben. Hi یعنی سلام. یه سری کلمات دیگه برای سلام کردن استفاده میشه که کم کم اینا رو یاد میگیرین. I'm Martin. I am یا I'm Martin. I'm یا I am یعنی من هستم. مارتین هم اسم پسر است. طرف مقابل در جواب گفته Hi Martin. I'm Ben یعنی سلام مارتین. Hi که سلام. مارتین. I'm Ben من بن هستم. پس وقتی شما میخواین خودتون رو به یک شخص معرفی کنید باید بگید من هستم فلانی. I'm یعنی من هستم. I'm حالا مریم از اسم استفاده کنید. I'm زهرا. I'm رضا. Nice to meet you Ben. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice یعنی خوب. Meet you یعنی دیدن تو. You میشه تو و meet میشه دیدن. Nice to meet you یعنی خوبه که دیدمت. Nice to meet you Ben. خوبه که دیدمت Ben. Nice to meet you too. خوبه که دیدمت too. همچنین. تو قسمت بعدی یه سری کلمات و جملات اضافه تر آورده برای اینکه بتونید با یک کسی ارتباط بگیرید. من گفتم های یعنی سلام کردن. هلو هم به معنای سلام کردنه. و قسمت پایین که گفته I'm لیزا همون معرفی کردن خودش به شخص مقابله. I'm یعنی من هستم. حالا به جاش میتونید بعدش اسم بذارین. هر اسمی که خواستین و هر اسمی که بودین. I'm رضا. I'm علی. I'm مریم. این قسمت greetings ها بود. greetings ها یعنی شخصی که شما رو میبینه یه مکالمه رو استارت میزنه، شما رو ملاقات میکنه، باتون سلام میکنه. قسمت responses قسمتیه که طرف مقابل در جواب شخص اول میگه. اینجا یه سری جمله آموزش داده. nice to meet you که اینو توضیح دادم. nice یعنی خوبه. to meet you هم یعنی خوبه که دیدمت. حالا میتونیم nice رو برداریم مثل جمله پایین. glad to meet you. glad به معنای happy یا خوشحاله. glad to meet you یعنی خوشحال شدم که دیدمت. و یه جمله دیگه هم وجود داره. It's a pleasure to meet you. To meet you که گفتم یعنی دیدن تو. It's a pleasure. pleasure به معنای افتخاره. It's a pleasure. It's یعنی این هست، حالا یا این باعث pleasure افتخار منه to meet you که دیدمت. میرسیم به هدف بعدیمون که greet people هست یا دیدن اشخاص دیگه. اینجا براتون یه conversation آورده. Hi Len, how are you? Hi Len اینو توضیح دادم. Hi یعنی سلام. Len هم که اسم طرفه. How are you? How یه کلمه پرسشیه به معنای چطور. این جملات رو حفظ کنین. فعلا نیازی نیست که ساختار گرامرش رو یاد بگیرین کنار هم بچینین، ولی من کلمه به کلمه به شما توضیح میدم. How are you یعنی چطور. Are you هستی تو. You یعنی تو، مثل nice to meet you. You یعنی تو. Are به معنای هستن هست. How are you چطور هستی تو.
چطوری؟ Fine, thanks. Fine یعنی خوبه، خوبم. Fine. Thanks یعنی ممنون. And you. You یعنی چی؟ یعنی تو. And یعنی و تو. منظورش اینه که و تو چطوری؟ And you. I'm fine. I'm به چه معنا بود؟ من هستم. Fine. Fine هم که خوب بود. من خوبم. I'm fine. وقتی یک کسی رو میبینی و صبح یا عصره میتونی از این جملات استفاده کنی به جای اینکه بگی های یا بگی hello. این جملات چی هستن؟ Good morning یا good afternoon یا good evening. اینا به این معنا هستند که روزت بخیر، یعنی صبحت بخیر، عصرت بخیر. به جای اینکه بگین hello hi میتونیم بگین good morning. و این پایینم یه سری جملات رو دوباره آورده که یک شخصی شروع میکنه، شخص مقابل جواب میده. این جملات هم در ادامه دیدن افراده. ببینید greeting people یعنی دیدن یه شخصی. یه مکالمه شروع میکنی وقتی یه شخصی رو میبینی، حالا میتونی توی اون مکالمت از این جملات استفاده کنی. مثل چی؟ مثل how are you که اینو توضیح دادم، یعنی چطوری. به جای اینکه بگی how are you چه جملات دیگه میتونی استفاده کنی؟ میتونی بگی how's everything یعنی اوضاع چطوره. everything به معنای همه چیز هست. خب ببینید وقتی جمله how's everything یا how is everything رو میبینین به معنای اینه که اوضاع چطوره. و یه جمله دیگه هم وجود داره که اینا البته یک سوال دیگه هم وجود داره. how's it going؟ how is it going یا how's it going؟ اوضاع چطور پیش میره؟ it به معنای اوضاعه توی این سوالات. how's it going؟ اوضاع چطور پیش میره؟ شخص مقابل چه جوابی میتونه بده؟ میتونه بگه fine خوبه یا اوضاعش خوبه، میتونه بگه fine یا I'm fine من خوبم یا great عالیه یا شرایطش بده. مثلا میتونه بگه یا متوسطه، میتونه بگه not bad بد نیست، so یعنی 50-50 بد نیست، یا حتی بده که این جملات وجود نداره ولی مثلا میتونه بگه it's bad اوضاع خوب نیست. و اما بخش آخر یا همون هدف آخرمون که say goodbye یا خداحافظی کردن از یه شخص دیگه است. goodbye چارلی، خداحافظ چارلی. goodbye یعنی خداحافظ. goodbye چارلی. goodbye امیلی، خداحافظ امیلی. امیلی و چارلی اسمن. see you tomorrow. see you tomorrow. you که به معنای تو بود هیچی. see یعنی میبینمت یا دیدن. see به معنای دیدن هست. توی این جمله به معنای میبینمته. tomorrow. tomorrow قید زمانه یعنی فردا. tomorrow یعنی فردا. see you tomorrow فردا میبینمت. این جملات رو حفظ کنین. اصلا لازم نیست کلمه به کلمه حفظ کنین، کنار هم بچینین. see you tomorrow. see you tomorrow فردا میبینمت. how are you چطوری؟ I'm fine. I'm Ben. اینو رو حفظ کنین. و یه سری کلمه دیگه هم وجود داره دوباره تو اون قسمت آخر که بهتون یاد میده به جای اینکه بگین goodbye از چه کلمات دیگه استفاده کنین. میتونین بگین bye هم یعنی همون خداحافظ، یا see you later. see you tomorrow یعنی میبینمت فردا. see you later. ببینید کلماتو بردارین برای خودتون جمله بسازین. tomorrow رو بردارین به جاش later بذارین. later یعنی بعدن. see you later بعدن میبینمت. see you tomorrow فردا میبینمت. و یک جمله دیگه هم وجود داره take care. take care. care به معنای مراقبت کردنه. take care از خودت مراقبت کن. اما وارد درس اول میشیم. این بخش اول رو توضیح دادم به خاطر اینکه خیلی بخش مختصری بود و نمیخوام یه ویدیوی جدا براش باشه. اما قرار ویدیو همون lesson by lesson درس به درس باشه. پس استارت میزنیم درس اولو. تایتل درسمون names and occupations هست. یعنی اسمها و شغلها. occupations یعنی شغلها. بیاین اهداف رو با هم مرور کنیم. tell a classmate your occupation. tell a classmate your occupation. از شما انتظار داره که بتونید شغلتون رو به هم کلاسیتون یا به افراد دیگه بگین. identify your classmate. هویت شخص مقابل رو بتونید توضیح بدین. همونطور که راجع به خودت میخوای حرف بزنی، راجع به شخص مقابل هم باید بتونی حرف بزنی، شغلش رو بگی. و هدف سوممون spell names هست. چطوری بتونیم یک کلمه رو هجی کنیم، بخش کنیم.
یه کلمه رو میخواین بنویسین، یه شخصی داره اسمشو میگه، شما نمیتونین اون اسم رو بنویسین، از شخص مقابلتون میخواین براتون حرف به حرف اون کلمه رو بگه. این میشه هجی کردن، اسپل کردن اون اسم. اولین بخشمون vocabulary هست. یه سری کلمه قراره به شما یاد بده مرتبط با این موضوع که occupations هست. یه سری شغل قرار یاد بگیرین. اولیش a teacher معلم. a student دانش آموز. an architect معمار. حتما تا اینجا متوجه شدین. برای کلمه اول و دوم گفتم a teacher a student و برای کلمه سوم گفتم an architect. فرق اینا چیه؟ قراره بعداً بهتون آموزش داده بشه. an actor بازیگر. an athlete بازیکن. a musician موسیقی نواز. an artist نقاش. a banker بانکدار. a singer خواننده. a flight attendant خدمه پرواز. کلمات رو اونقدر یاد بگیرین، حفظ کنین که ملکه ذهنتون بشن. وقتی میخواین یه جمله رو بسازین بتونید این کلمات رو با هم جابجا کنین. مثل همون see you tomorrow که بهتون گفتم tomorrow رو بردار به جاش later بذار. اینم همینطور. قراره یه جمله رو ساختارش رو یاد بگیری، هی کلمه رو جابجا کنی. به جای کلمه مثلا دانش آموز بذاری معلم، به جای معلم بذاری معمار. انقدر اینا رو حفظ کنید که ملکه ذهنتون بشه، دنبال کلمه نچرخین که حالا دانش آموز چی بود، معمار چی بود. میایم تو قسمت گرامر. توی این قسمت قراره به شما یاد بده چطور بتونید یک جمله خیلی ساده با فعل هستم یا هستن رو بسازین. این قسمت به شما یه سری جملات مثبت میده، یه سری جملات خبری میده و منفی اون جملات هم به شما آموزش میده. چطوری بتونی اون جمله رو به صورت خبری به یکی بگی، چطوری میتونی برعکسش منفیشو بهش بگی. یعنی چی؟ یعنی مثلا میتونی بگی من هستم این، یا میتونی بگی نه من نیستم فلان. این گرامر اسمش to be verb ها هستن یا verb be یعنی هستن. اینجا که گفته singular statements یعنی داره ضمیر مفرد رو توضیح میده. نمیخوام خیلی ادبی کنم گرامرها رو که براتون سخت بشه. ببینید ضمیر مفرد یعنی یه شخص رو داره میگه. این یه شخص میتونه من باشم که یه نفرم، میتونه تو باشی که تو هم یه نفری، یا میتونه اون باشه، مثلا اون پسر، اون دختر، یا حتی میتونه یه شی یا حیوان یا یه چیزی باشه که مفرد باشه. پس ما یه سری ضمیر مفرد داریم. ضمیر چی هن؟ ضمیر یعنی همون اشخاص که یا مفردن یا جمعن. مفردا مثل من، تو و اون که حالا اون میتونه اون مرد باشه، اون زن باشه، یا اون شیئی حیوان چیزی باشه، یا جمعن از یه نفر بیشترن. ما، شما، آنها. به اینا میگن ضمیر. که حالا تو این درس قرار ضمیر مفرد رو یاد بگیریم با فعل هستن. ورب هستن برای شخص اول من ام هستش. حالا این ضمیرهای مفرد توی زبان انگلیسی چی هستن؟ مفردهای اشخاص برای من I هست. I یعنی من. تو که بالاترم گفته بودم میشه you. اون اگر بخواد راجع به یه مرد باشه میشه he. راجع به یه زن باشه میشه she. راجع به یه حیوانی شیئی چیزی باشه میشه it. ایتو توی این گرامر نیورده ولی قرار ایت رو هم یاد بگیریم. فعل هستم برای من ام هست. یعنی وقتی میخوای بگی من هستم باید بگی I که یعنی من، هستمش میشه am. اینا همون to be verb ها هستن. am برای من به کار میره یعنی من هستم. are برای تو به کار میره. you are تو هستی. you are. و برای she, he, it که همون اون میشه، اون حالا مرد، اون زن یا اون شی، is به کار میره. she is, he is, it is.
بچه اینا رو میتونین مخفف کنین. میتونی A رو حذف کنی برای am، A رو حذف کنی، M رو بچسبونی به I و یه کاما بذاری. I'm، I am، I'm. وقتی میخوای you are رو مخفف کنی میتونی Aش رو دوباره حذف کنی، R و E رو بچسبونی به you و یه کاما بذاری. your. برای she، he و it میتونی I رو حذف کنی، S رو بچسبونی به she و he و it و یه کاما بذاری. این کاما فراموش نشه. she is یا she's، he is یا he's، it is یا it's. حالا بیایم با اینا جمله بسازیم. من هستم دکتر. I am a doctor. تو هستی نقاش. You are an artist. اون پسر دانش آموزه. He is a student. اون دختره بازیکنه. She is an athlete. این کلمات رو برای خودتون انقدر جابجا کنین که هم کلمه هاشو حفظ بشین، هم نحوه جمله سازی رو یاد بگیرین. She is an athlete. She is a doctor. He is a student. He is a singer. I am a flight attendant. I am an actor. حالا بریم نحوه منفی کردنشون رو یاد بگیریم. میخوام بگم من نیستم یا تو نیستی، برای همون ضمیرای مفرد. همون جملات رو فقط بعد از ورب هاشون، to be verb هاشون بیاین not بذاریم. خیلی ساده. I'm a doctor یعنی من هستم دکتر. حالا I'm not a doctor. I am not a doctor. بعد از am, is, are, not بیارین منفی میشه. You are not a student. She is not a singer. He is not a banker. برای مخفف کردنشون 2 تا روش وجود داره. یا بیاین همون مخفف کردنی که یاد گرفتیم، مثل I'm، your، his، she's، it's، یا بیایم اینا رو بگیم یه not اضافه تر بگیم you're not a banker. She's not a student. یا بیایم یه مخفف کردن جدید یاد بگیریم. او یه not رو حذف کنیم و کاما بذاریم، اونو بچسبونیم به فعلمون. aren't، isn't. You aren't a doctor. She isn't a banker. He isn't an artist. You aren't an athlete. اما اینجا یه نکته که وجود داره، ما نمیگیم I amn't. amn't رو به کار نمیبریم. aren't، isn't یا I'm not. فقط برای مخفف کردن I am میتونیم بگیم I'm not. قسمت پایینش یه سری تمرین وجود داره. تمرینا رو برای خودتون جواب بدین. سعی میکنم کلیدش رو توی چنل تلگرام بذارم. بریم سراغ قسمت بعدی. Tell a classmate your occupation. به همکلاسیت یا یه شخص دیگه قراره راجع به شغلت صحبت کنی. What do you do? What do you do رو حفظ کنید. نخوایم به گرامرش نگاه کنیم. این سوال رو حفظ کنیم بتونین ازش استفاده کنیم. فقط بدونین what یعنی چی. What do you do؟ تو چی کار میکنی؟ حالا اون ساختار گرامری و اون جملات رو اینجا استفاده میکنه. I'm an artist. من آرتیستم. من نقاشم. And you. و تو، یعنی منظورش اینه که و تو چی کار میکنی؟ و تو I'm a banker. من بانک دارم. پس اینجا ما یاد گرفتیم از جمله what do you do استفاده کنیم، یعنی تو چی کار میکنی. و اگه بخوام از شخص مقابلم بپرسم و تو چی کار میکنی، نیازی نیست جمله رو کامل بگم and you و تو چی. این هدف اولمون بود که تا الان آموزش داده شد. بریم سراغ هدف دوم. Identify your classmates. یعنی هویت اشخاص مقابل رو بتونی توضیح بدی. اینجا هم باز یه سری وکب آورده، یه سری لغت آورده. اینا مشاغل جدیدی هستن. اینا رو هم مثل قبلی ها حفظ کنین، توی جملاتتون بتونین استفاده کنین. شف. اینجا براتون جمله رو کامل آورده، چون دیگه باید یاد بگیرید که بتونید بگید اون چی کار است. She's a chef یعنی اون دختره آشپزه. He's a writer.
اون پسر نویسنده است. She's a manager. اون دختر مدیره. She's a scientist. اون دختر دانشمنده. He's a doctor. اون مرد دکتره. She's an engineer. اون خانم مهندسه. He's a photographer. اون مرد عکاسه. He's a pilot. اون آقاه خلبانه. و اما حالا تو این گرامر میخواد ضمیرهای جمع رو به شما یاد بده. من گفتم یه سری ضمیر مفرد داریم مثل I, you, he و she و it. حالا یه سری ضمیر جمع هم داریم. ضمیرهای جمعمون چی هستن؟ We یعنی ما، you یعنی شما و they یعنی آنها. تا اینجا یک کلید. you رو ما یه جای دیگه هم قبلا دیده بودیم. پس you هم توه هم شماه. و جالب اینه که ورب هستمش هم همون آره. یعنی یه زمانی که میخوای به یکی بگی تو هستی یا شما هستی از همون you are استفاده میکنی. منتها یه روشی وجود داره که میتونیم بفهمین you are توی جملتون جمعه، یعنی داره میگه شما، یا you are تو هستش مفرده، که اینو در ادامه یاد میگیریم. قبل از اینکه شروع کنه خود گرامر رو توضیح بده یه سری سینگولر و پلورال نان ها رو داره توضیح میده. یعنی شما بتونید کلمات رو به صورت جمع یا مفردشون بگین. حالا اون کلماتی که به صورت مفرد میخوایم بگین همون چیزایی که تا الان داشتیم میگفتیم. کلمات ا و ان برای اول هر کلمه که استفاده میشن نشون میدن اون کلمه مفرده. حالا اینکه کجا ا و کجا ان استفاده میشه اینو در ادامه میگم. اما برای کلمات جمع باید آخر اون کلمه اس استفاده کنین. ا و ان رو حذف کنین، آخر اون کلمه اس بذارین. اینجوری کلمه جمع میشه. مثلا اون کلمه‌ای که گفتیم آشپز، شف، وقتی آخرش اس اضافه بشه جمع خونده میشه. آشپزها میشه شفز، یا بازیکنها میشه اثلیتس. برای همین نحوه جمع کردن کلمه ها یه سری نکات وجود داره. یعنی همه کلمه آخرشون اس نیست. ممکنه مثلا یه سریاشون ای اس باشه که اینا رو در ادامه میگم. فعلا شما با همین اس جلو برین که آخر یک کلمه ای اس اضافه کنین، اون کلمه جمع خونده بشه. اما برای جملاتی که میخوایم بسازیم، خب رسیده بودیم به ضمیرهای جمع مثل ما، شما و آنها. توی این ضمیرها برای همشون تو بی ورب هاشون are هست. یعنی we are، you are و they are. وقتی میخواین از یک ضمیر جمع استفاده بکنید باید اون کلمه استفاده میکنید هم جمع باشه. یعنی وقتی میخوایم بگین که ما دانش آموز هستیم، این دانش آموزش هم باید به صورت جمع بیارین، آخرش اس اضافه کنین. اینجاست که گفتم اون نکته ای رو که میتونیم بفهمیم you are مون توه یا شماه مشخص میشه. اسیه که توی اون کلمه وجود داره. یعنی وقتی میگین you are students دارم از شما استفاده میکنم. you are من به معنای شماه. ولی وقتی میگم you are a student یعنی دارم میگم تو دانش آموزی. پس این نکته ای بود که گفتم برای you are که بفهمیم تو رو داره میگه یا داره شما رو میگه. اما به صورت کلی جمله که میخوایم بگیم مثل we are photographers، یعنی ما عکاس ها هستیم، باید حتما اون کلمه مثل خود ضمیرمون که جمع گفته بشه. we are photographers. you are scientists. اس آخر اون کلمه فراموش نشه برای ضمیرهای جمع. they are writers. و برای مخفف کردنشونم ضمیرهای مفرد رو گفتیم که چجوری مخفف کنیم. توی ضمیر مفرد وقتی داشتیم در مورد you are صحبت میکردیم گفتم ای رو حذف کنید، ای رو با یک کاما بچسبونید به ضمیرتون your. اینجا هم همینجوریه. ای رو حذف کنید و ای ها رو با یک کاما بچسبونید به ضمیرهاتون. we are میشه we're، you are میشه your و they are هم میشه their. و برای منفی کردنشون مثل همون جملات قبلی بعد از فعلمون که تو بی وربامون هستن مثل امایز و آرایی که گفتم، بعد از همه این آرا not اضافه کنید. we are not، you are not، they are not.
و آخر اون کلماتی که هست برای ضمیرهای جمع اس فراموش نشه. مخفف کردن این جملات هم که جملات منفی هستن یا مثل سری قبلی همون جملاتی که منفی نبودن و مخفف میکردیم ناتش رو جدا کنیم، مثلا we're not، you're not، they're not، یا نه بیایم روش جدید رو به کار ببریم. روش جدیدمون این بود که فعل رو با not با هم ترکیب کنیم، اون رو مخفف کنیم که گفتم او رو حذف کنین، کاما بذارین، حالا aren't، we aren't، you aren't، they aren't. معمولاً هم از همین روش جدیده استفاده میشه برای مخفف کردن جملات منفی توی ضمیرهای جمع. قسمت پایینش یه سری تمرین وجود داره، تمرینات رو خودتون انجام بدین. سعی میکنم که کلیداشو بذارم و تمریناش هم تمرینای خوبی هن. اول از همه میاد به شما یاد میده که چه وربیو بذارین، چه فعلیو بذارین. مثلا برای آی باید ام بذاری، برای شی باید ایز بذاری. و بعدم از شما میخواد اون کلمه‌ای که مناسب هست رو برای اون جمله به کار ببری. اگه مفرد ضمیرت کلمه مفرد رو به کار ببری، اگه جمع ضمیرت کلمه جمع رو به کار ببری. بچه قسمت گرامر بعدیمون همون گرامرهایی که تا الان جملاتشون رو یاد گرفتین، یعنی شما نحوه جمله سازی رو تا الان یاد گرفتین. حالا باید بتونین سوالی کنین، یعنی جمله رو میخوایم به جمله سوالی تبدیل کنیم. اون موقع تا حالا داشتم میگفتم من هستم، از الان به بعد میخوام بگم آیا من هستم یا آیا تو هستی. همونجوری که نحوه منفی کردنشون خیلی راحت بود، نات اضافه میشد، اینجا نحوه سوالی کردنشون هم خیلی راحته. فقط کافیه جای فعل و ضمیر رو جابجا کنید. یعنی جای am، are و is رو با جای I، you، she، he، we، they، you جابجا کنید. مثلا باید بگی are you، is he، is she و حالا ادامه جملت. مثلا میخوای بگی آیا تو هستی موسیقی نواز، are you a musician. جملهش چی بود؟ you are a musician. are و you رو جابجا کن، این میشه نحوه سوالی کردنش، خیلی راحته. و برای جواب دادنش هم حالا برمیگرده به شخص مقابلتون. یعنی وقتی میخوای بگی تو هستی، حالا در جوابش شخص مقابل داره جواب میده، میگه من هستم، بله، yes I am، یا نه من نیستم، no I'm not، I am not. مخففش کردم I'm not. یه دور کامل این yes no question ها رو میگم براتون برای همه ضمیرها. Are you an artist؟ Is he an artist؟ و یا یه اسم جاش به کار ببرم. Is تانیا an artist؟ Is زهرا an artist؟ حالا بیام سراغ ضمیرهای جمع. Are you musicians؟ Are they musicians؟ اس آخر کلمه جمع فراموش نشه. Are they musicians؟ Are Tom and Zahra musicians؟ حالا در جوابشون yes they are، yes we are یا no. No they aren't، no we aren't، no we're not، no they're not. قسمت پایین تمریناش فراموش نشه. بریم سراغ کانورسیشن مرتبط با این درس. کانورسیشنش داره میگه excuse me are you Mari؟ excuse me یعنی ببخشید. are you Mari؟ نحوه سوالی کردنی که بهتون توضیح دادم. are you آیا تو ماری هستی؟ گفتم بهتون یاد بگیرین یه جمله رو و یاد بگیرین کلمات رو جابجا کنین تو اون جمله. are you a scientist؟ آیا تو دانشمندی؟ are you ماری؟ آیا تو ماری هستی؟ به جای scientist رو برداشتم، به جاش اسم گذاشتم are you ماری. باز دارم همون سوال میپرسم آیا تو ماری هستی؟ آیا تو دانشمند هستی؟ کم کم یاد میگیریم، همین کلمات رو با هم جابجا میکنیم و یاد میگیریم بگیم آیا تو اینجا هستی؟ آیا تو فلان چیزو میخوری؟ آیا تو فلان جا میری؟ اینا رو با همین جابجا کردن کلمه ها کم کم یاد میگیریم. No I'm not، I'm Laura، That's Mari. یعنی داره میگه که نه من نیستم، من لارا هم. I'm Laura، I'm زهرا، I'm رضا. That's Mari، That's Mari. That's یه کلمه‌ای که داره اشاره میکنه. That's یعنی اون. That's Mari، اون ماریه. That is، این کاما و اسی که میبینین همون is بوده. That is Mari. Where یعنی کجا. یه کلمه پرسشی بهتون یاد دادم what.
یه کلمه پرسشی دیگه هم بهتون یاد دادم. how are you یعنی چطور. what یعنی چی. اینجا هم باز دارین یه کلمه پرسشی دیگه یاد میگیرین. where یعنی کجا. right over there right over there یعنی درست همونجا. right یعنی درست. یه جوابی که میدین توی امتحان درسته میگن right یعنی درست. over there یعنی اونجا. پس right over there یعنی درست همونجا. thank you همون thanks که قبلا یاد گرفتیم یعنی ممنون. you're welcome یعنی خواهش میکنم، قابلتون رو نداره، حتی به معنای بفرمایید هم هست. you're welcome. اینجا داریم مخفف شده رو میبینین A حذف شده. you are welcome. و اما بخش سوم یا هدف آخرمون از lesson 1 spell names هجی کردن اسما. این قسمت خیلی راحته، اصلا نیاز نیست راجبش چیزی بخوام بگم. همون نحوه گفتن حرف به حرف یک کلمه است. مثلا یه شخصی میاد به شما میگه من اسمم ماریاه و این ماریا رو شما ازش میخواین که براتون اسپل کنه، یعنی بهتون بگه ماریا مثلا اولش میمه، بعدش الفه، بعدش ره، بعدش یه، بعدش آه. وقتی به یه نفری میگی مثلا میخواد بگه من اسمم شاهانه، شما ازش میخوای اسمش رو هجی کنه، بهتون میگه اول اسمم ش داره، بعد الف داره، بعد ه داره، دوباره الف داره، نون داره. تو انگلیسی هم همین جوریه. هجی کردن کلمه ها رو میگن اسپل نیمز و از یک کسی میخواین کلمه ها رو اسپل کنه و حروف رو براتون بخش به بخش بگه. اینجا یه جدولی از حروف آورده و راجع به حروف صحبت کرده که حروف رو که کامل در جریان هستین. تو این قسمت بهتره به لیسنینگ ها توجه کنید. برید بیشتر لیسنینگ هاشو گوش کنید که وقتی یه شخصی داره با شما صحبت میکنه بهتر بتونید اون هجی کردن رو بنویسین. یعنی این قسمت درس خاصی نداره که بخوام براتون توضیح بدم، همون اسپل کردن نیم ها هست. فقط بعد نحوه هجی کردنش رو بیشتر گوش کنید تا بتونید راحت‌تر یادش بگیرید چجوری وقتی یه نفر داره هجی میکنه بنویسین. گرامری که وجود داره اول از همه داره کپیتال و لوور کیس اسم ها رو میگه. کپیتال لترز و لوور کیس لترز یعنی حروف بزرگ و حروف کوچیک. توی زبان فارسی ما این قسمت رو نداریم، یعنی شما ممکنه برای یه حرفی مثل ه انواع و اقسام شکل‌ها رو داشته باشین، تو هر کلمه یه شکل ه بیارین. ولی توی زبان انگلیسی یه کپیتال لترز وجود داره، یه لوور کیس لترز وجود داره. کپیتال لترز کلمه هایی هستن که بزرگ نوشته میشن. چرا بهشون میگن کپیتال لترز؟ به خاطر اینکه اکثر حرفایی که توی زبان انگلیسی وجود دارن به یه شکل بزرگتری هم نوشته میشن، مثل سی. یه شکل کوچیک داره، یه شکل بزرگ. به این شکل بزرگش میگن کپیتال لترز و اکثر کلمات همین شکلی هستن. حالا یه سری‌ها کپیتال لترزشون با لوور کیس لترزشون یعنی کلمه کوچیکشون فرق داره. لوور کیس لترز حرفایی هستن که به صورت کوچیک وسط اون کلمه ها میان. این جدول بالایی که بهتون توضیح دادم که قسمت وکابولری هم آوردتش، همشون کپیتال لترز ها هستن، یعنی حروف بزرگن. و لوور کیس لترز هاشون یا حروف کوچیکشون اینجا تو جدول آورده نشده. ولی مطمئنم که همتون در این سطح زبان هستین که این چیزها رو بلد باشین. تو قسمت گرامر اسپل نیمز یه گرامر خیلی خوب آورده مرتبط با این درس و داره اینو به شما یاد میده که شما چه جاهایی توی چه کلمه هایی باید حتما اول اون کلمه از حرف بزرگ استفاده کنید. من اینو به شما یاد بدم که توی هر جمله ای وقتی میخوای یه جمله شروع کنی اول اون جمله حرفت باید حرف بزرگ باشه. یعنی وقتی میخوای جملت رو با I am شروع کنی I باید به صورت بزرگ نوشته بشه و بقیه جملتون همه حروف داخلش به صورت حروف کوچیک یا lower case letters نوشته میشن. اما یه سری وقتا وجود داره یک کلمه داریم وسط جمله هم اومده اما حرف اول اون کلمه بزرگ نوشته شده. اینا چه کلماتی هستن؟ بچه این کلمه ها برمیگردن به این که آیا اون کلمه proper nouns هست یا اون کلمه common nouns هست. proper nouns یعنی کلمه خاص. کلمه خاص چیه؟ کلمه‌ایه که فقط مرتبط به یه چیز خاص باشه. مثلا من وقتی میگم برج ایفل یک کلمه خاص مرتبط به برج هر جایی وجود داره. کلمه برج یک کلمه کامان ناونز هست، یک کلمه معمولی.
هر جای برج وجود داره. ولی وقتی میگم ایفل دارم یه کلمه خاصی راجع به یه برجی میگم. وقتی میگم برج میلاد یه اسم خاصه. وقتی میگم زهرا یه اسم خاصه، یه اسم کامان نیست. اسم کشورها، اسم شهرها، اسم رستوران، همه اینا اسمای خاص هستن. خود کلمه رستورانت، خود کلمه شهر سیتی، اینا کلمه های کامان هستن، کلمه های معمولی رایجن. ولی اسم اون شهر مثلا اگه باشه تهران، یک کلمه خاصه که تهران تی اولش باید بزرگ نوشته بشه. اینجا هم داره همونو میگه ملانی پپر، نیو دهلی، نیکاراگوا. همه این کلمات حرف اولشون باید با حروف بزرگ نوشته بشن، حتی اگه کلمه دو بخشی باشه مثل نیو دهلی، هم نیوش انش بزرگ نوشته شده، هم دهلی دیش بزرگ نوشته شده، کپیتال لترز هست. پس باید برای کلمه های خاص از حروف بزرگ توی اون کلمه استفاده کنیم. ربطی به این نداره این کلمه وسط جمله من اومده یا اول جمله من اومده، حتما باید حرفشون حرف بزرگ باشه. اما پایین داریم یه سری از کامان ناونز ها رو میبینیم، مثل صبح، مثل دکتر، مثل دانش آموز. اینا کلمه های رایج هستن، کلمه هایی هستن که هر جای تو هر کشوری وجود دارن. students یعنی دانش آموز، دکتر یعنی دکتر، morning یعنی صبح. ولی وقتی میگم ایفل تاور به معنای برج، ولی ایفل هر جایی وجود نداره، یه جای خاصه فقط. پس بعد حتما ایفل با حرف بزرگ نوشته بشه. بریم سراغ کانورسیشنش. Hello, I'm John Bello. Hello که بهتون گفتم یعنی سلام. I'm John Bello داره اسمشو میگه. I'm که هستم بود، John Bello هم اسم طرفه. Excuse me رو بالاتر هم بهتون توضیح دادم. Excuse me یعنی ببخشید. Excuse me یعنی من. Excuse یعنی بخشش خواستن. Excuse me عذر خواستن. منو ببخشین. اینجا داره میگه excuse me یعنی ببخشید، منظورش اینه که متوجه نشده. داره میگه ببخشید. دوباره بگو. John Bello اسمشو میگه. How do you spell that? How do you spell that? How رو قبلا بهتون توضیح دادم یعنی چطور. Do you هم که بهتون گفتم what do you do یعنی مثلا چه کاری. How do you انجام دادن یک کار رو براش do استفاده میکنن. Do you یعنی چطور انجام میدی. spell that چطور spell میکنی، تیکه تیکه میکنی اونو. ازش میخواد اسمشو براش هجی کنه. How do you spell that چطور اونو هجی میکنی. این دوباره از اون سوالاییه که ازتون میخوام حفظش کنید. درسته من دارم کلمه به کلمه براتون ترجمه میکنم، ولی از شما انتظار دارم انقدر این جمله رو بگین که اصلا نیازی نباشه بدونید گرامرش، ساختارش اینا چجوریه. انقدر این جمله رو بگین که کامل حفظ بشین. و در آخر هم بلو رو براش هجی کرده. B-E-L-L-O یعنی حرف به حرفشو براش گفته. Thanks ممنون. توی این قسمت لیسنینگ وجود داره. فایلای لیسنینگ رو قرار شد توی چنل تلگرام بارگذاری کنم. فایلای لیسنینگ رو خودتون گوش بدین، چون لیسنینگ چیزی نیست که من بتونم آموزش بدم. باید خودتون گوشش کنین، با توجه به چیزایی که یاد گرفتین اون جمله رو برای خودتون ترجمه کنین، حالا بتونین به سوالایی که ازتون خواسته جواب بدین. الان مثلا لیسنینگی که برای این درس وجود داره اومده یه سری گفتگو داره و ازتون میخواد بگه مثلا این جمله اولی که دارم میگم راجع به یه آشپز دارم میگم، راجع به یه دانشمند دارم میگم، عکاس دارم میگم و شماره گذاری کنین. اگه جمله اول راجع به دانشمنده، بیاین اون عکسی که برای دانشمند کشیده رو براش عدد 1 بذارین. یعنی جمله اول من، گفتگوی اول من راجع به دانشمند بوده. بچه یادتونه بهتون گفتم یه قسمت سرگرمی یا سانگز وجود داره برای درس‌ها. اینجا براتون تاپ ناچ پاپ رو آورده، قسمت موسیقی آورده که اسم موسیقیش هم what do you do هست، یعنی به معنای چی کار میکنی، همون داره شغلش رو میپرسه. و شما میتونین برین این فایل صوتی رو گوش کنین. جملاتی میگه که بهتون یاد داده و بهتون یاد دادم تا الان. یه بخش سرگرمیه، هم موسیقی هم آموزشه. اما بریم قسمت آخر کتاب vocabulary booster. توی این قسمت بهتون مشاغل دیگه ای رو هم یاد داده. اینا خیلی
necessary نیستن، خیلی لازم نیستن، ولی خیلی خوبه که یاد بگیرین. حتما اگر که دارین از جبل لایتنر استفاده میکنین برای آموزشتون یا برای خودتون یه شیوهی دارین که بتونید لغت حفظ کنین، اینو توی لغتاتون بذارین. برای این قسمت نحوه تلفظ این شغل‌ها، چون اینا کلماتی هستن که باید حفظش کنید، یعنی اینجوری نیست که بتونم بهتون آموزشش بدم، فقط نحوه تلفظشون مهمه که فایل صوتی مربوط به تلفظای وکابولری ها رو توی تلگرام بارگذاری میکنم. قسمت گرامر درس اول تمرین داره. تمرینا رو برای خودتون جواب بدین. سعی میکنم کلیدش رو براتون بذارم. قسمت رایتینگ خاصی نداره، فقط همون نحوه جمله سازی رو داره میگه و نحوه اینکه چطور بتونید سوال بپرسین رو داره میگه که اینا رو به صورت کامل توی قسمت گرامر با هم دیگه صحبت کردیم.